خطرناکترین مکانهای تفریحی که در چین وجود داره. شماره 1 پل چوبی تو ارتفاع بالا بر فراز یک دره مرگبار آویزونی. این پل برای ایمنی ساخته نشده ها، برای آدرنالین ساخته شده. تختهای چوبی که صدا میدن، تاب میخورن و فاصله هایی دارن که میتونی مستقیم از بین اونها پایین رو ببینی. شماره 2 پرواز بوسه. 2 مجسمه عظیم شما رو به سمت پرتگاه 1000 متری میبرن. نه دیوار خاصی داره و نه حتی نرده‌ای که بخواد مقابل شما و اون پرتگاه باشه، اما یک منظره مرگبار و زیبا زیر پاته. شماره 3 دست بودا. تو نگاه اول ممکنه آرامش بخش به نظر بیاد، اما این دست عظیم روی صخره‌ای امتداد داره که شما رو هدایت میکنه به راهروی شیشه‌ای باریکی در بالای ابرها. یک قدم اشتباه اینجا یعنی پایان همه چیز.